سلام همراهان نتورکویا، محمد کیخا هستم. 10 سال تجربه دارم تو حوزه شبکه و اجرای شبکه و زیرساخت‌های دوربین‌های نظارتی. در خدمت شما هستیم با آموزش مفاهیم اجرایی شبکه. خب در این قسمت قصد داریم به این بپردازیم که آیا ما دیتا و تصاویرمون رو با کابل کوآکسیال انتقال بدیم، یعنی با دوربین‌های HD بهتره یا با دوربین‌های IP، یا اینکه بودجه ما تعیین کننده است که کدوم یکی رو انتخاب کنیم. ولی ما که اجرا کننده پروژه هستیم باید بدونیم که چجوری BNC بزنیم و چجوری سوکت بزنیم، خب و کدوم با بهترین استاندارد و اصولی که باید رعایت بشه باشه. دوستان میرسیم به BNC زدن. BNC به قولی چجوری زده میشه و اینکه به چی زده میشه، چون بحث سوکت گفتیم کابل شبکه استفاده میشه این داستان ها. توی BNC ما یه کابل کوکسیال داریم خب که دو مدل، یه کابل کوکسیال ترکیبی داریم. ترکیبی زیاد چیز عجیبی نیست دوستان، بهتون توضیح بدم. ترکیبی اینه که یعنی که این کابل‌های کوکسیال ترکیبی برای مواقعی برای دوربین استفاده میشه که شما قصد دارید برقش رو با کابل کوکسیالی که تصویر قرار انتقال بده منبع تغذیه‌اش تامین بشه که رنگ بندی داره. رنگ بندی معمولاً به طور معمول که ما داریم تو کار هستیم در حال نصب دوربین و شبکه همین دو رنگه. حالا میتونه رنگ‌های دیگه باشه، معمولاً این دو رنگه، قرمز و مشکی، که این هیچی ما راجبش نمیخوایم توضیح بدیم، بعداً بهش میرسیم منبع تغذیه. و اینجا همون داستان کوآکسیاله، ولی خواستم توضیح بدم کابل‌های کوآکسیال دو مدل تو بازار برای نصب دوربینا داره استفاده میشه. کابل کوآکسیال غیر ترکیبی که میشه میگن کابل کوآکسیال، و کابل کوآکسیال ترکیبی که برق هم داره. یعنی یه وقت به شما پرسید کابل کوآکسیال ترکیبی میخوای یا معمولی میخوای، چیز عجیبی نیست. منبع تغذیه و برق ما میتونیم با این دو رشته داخل که هست با دو تا رنگ بندی متفاوت با هم که فاز و نول مشخص میکنه، یا درسترش مثبت و منفی 12 ولت 2 آمپر دوربین، یعنی برق دوربین تامین میکنه، رو دارن راجع به اون موضوع صحبت میکنن. خب بگذاریم بریم سراغ اصلی موضوع. خب فیشر BNC شکلش به این شکله، خب که این سمتش که به قولی نری و مادگی اصطلاحاً عامیانه استفاده میکنن، این کانکتور که فیش صحبت میشه میره داخلش و بسته میشه. خب این هیچی، تا اینجا مشکلی نداریم، ولی خیلی شباهت زیادی به فیش وقتی بازش میکنین خیلی شباهت زیادی به فیش آنتن خونه خودتون حتی داره. خب دوستان این قسمت فنی چیز خاصی آنچنانی نیست که دارم باش بازی میکنم. کار این چیه؟ زمانی که شما این فیش رو داخلش میکنید کابل زیاد، چون خیلی کابل کوآکسیال تصویر حساسه، داره رو دو تا رشته، مثل دوربین نیست که رو 4 یا دیتا انتقال پیدا کنه، رو دو تا رشته است و احتمال داره خم شدن اون هسته مغزی بیا بشکنه یا جابجا بشه. اینو گذاشتن که باعث نشه آسیب، پس این چیز خاصی نیست. خب این هیچ. میرسیم به خود فیش BNC که ساختارش به چه صورت هست. اینجا ما یه پیچ میبینیم که اینجا به هسته مغزی وصله، که اینجا هم که به اینجا. خب حالا چجوری باید این کابل رو به این وصل کنیم، به این فیش ها؟ خب دوستان روش خیلی راحت و ساده برای این کار انجام دادن، من مثل کابل شبکه قبلا توضیح دادم، این مقدار نگاه کنین کابل وقتی کابل کشیده میشه احتمال داره جاکت بیشتر بیاد یا هسته بیشتر. ما محض اطمینان مقداری از این کابل رو میزنیم. خب دوستان زیاد نیاز نیست برای BNC زدن شما جاکت یا روکش کابل رو لخ کنید، خب چون هر چقدر بیشتر لخ کنی مقدار این که تصویر شما خوب نباشه هست. چرا؟ چون اینا داره با مثل سیستم کابل شبکه تصویر انتقال پیدا نمیکنه. دوستان داستان از این قراره که دیتای شما از طریق به قولی همون ولتاژ و پالس داره انتقال پیدا میکنه. خب و شما اگه رشته ها رو بتابونی مقدارش خیلی زیاد باشه روی تصویر شما کیفیت شما تاثیر میذاره. خب دوستان یه اتفاق خیلی بدی افتاد. من اینو تنظیم کرده بودم، این نکته کلیدی داره، اینو تنظیم کردم یه مقداری که بعد درجهش باشه و کمترش کنم. خب چرا؟ چون الان مقداری از رشته های من اینجا بریده شد. خب من نه رشته هامون کم بشه، نگاه کنید، پس مقداری از این تیغزی اینو گرفته، پس من اینو مجدد باز قطع میکنم. نباید کم شه یا قطع شه، مجدد دوستان میریم. خب الان چه اتفاق افتاد؟ الان جاکت ما به قولی
قولی در اون من لخ شد کابلمون، ولی نگاه کنید هیچ رشته نمیریزه. خب دوستان نیاز نیست که زیاد لختش کنین. خب یه نکته ای داره، شما دوستان خیلی این مورد خیلی مهمه. نگاه کنید شما اینجا این قسمت رو درز و باز میکنید، خب این رشته ها رو میدیم به سمت عقب، به سمت عقب. دوستان اینو نتابونید بگین میگیره، نه، این فرکانس تاثیر میذاره، کارتون رو خراب میکنه. تصویرتون نگین چرا دوربین HD نصب کردم تصویرش پرپر میکنه، چرا مثلا میره بعضی اوقات میاد بعضی اوقات میره. اینجا خیلی این تاثیر میذاره ها، همینه داستان از اینجاست. اینو وقتی شما اینجوری میگیرید، خب این رشته رو میارین عقب. خب حالا با کاتر یا با سیمچین کوچیک، خب یه قسمت این روکشی که داره میبرید، خیلی راحت. نگاه کن چقدر راحت جدا شد، تمام جدا شد. حالا اینا رو از اینجا میگیریدشون، خب من چون خیلی زیاد کشم میگه رشته قطع شد، اینجوری میکشید میاریدش عقب. نگاه کنید چیز خاصی نیست، نگاه کنید اینا رو همه رو من با هم گرفتم آوردم. یک بار دیگه میگم خیلی مهمه، چون اینا رو نباید اینجوری بتابونید بگید فقط میگیره پشت این، مهم اینه. نه، اینا وقتی تاب میخوره رو فرکانس تصویر شما خیلی تاثیر میذاره. خب بد اخلاق نمیشم، بقیه‌شو میگم. اینا رو اینجوری صاف میگیرید بچه‌ها. خب این مقدار زیاده برای کار ما، این مقدار برای کار ما زیاده. چرا زیاده؟ چون این قراره بچسبه، خب این پشت قرار میگیره، این میخواد بچسبه و مغزی بره. خب برای لخت کردن اینجا یک از این آچار میتونید استفاده کنید به صورت خیلی حرفه‌ای. شاید به این دسترسی نداشته باشید، من با سیمچین حتی انجام میدم. حتی اگه سیمچین در دسترس نداشتید دوستان، نگاه برای لخت کردن حتی اگه اینم دست نداشتید میتونید با کاتر استفاده کنید. میتونید از این ابزار خیلی معمولی هم استفاده بکنید برای لخت کردن این کاف. ولی واسه این مغزی یا از این سیمچین استفاده کنید یا از این ابزار یا از کاتر استفاده کنید. خب من مقدار کوچیک بکنم این کابل، گفتم بزرگه بچه ها. خب این الان خیلی اندازش خوبه. یکی از راهاش اینه که شما اینو اینجوری بکنید، خب ولی باید مراقب باشید که کابلتون لخت به مغزیتون آسیب وارد نشه. خب این یکم کشیده میشه ولی این دلیل بر این نمیشه که هستشون قطع بشه بچه‌ها. خب انعطاف پذیره که کابلتون آسیب نبینه و این رشته مغزی که داخله. خب دیدین خودش برگشت سر جاش و این شکلیه. بحث اطمینان به هست مغزی یکم بازی کنید، مطمئن شید یه وقت مغزیتون آسیب ندیده باشه. خب بچه‌ها الان اتفاق افتاد اینه که این آماده است. خب ما اینجا میایم ابتدا این پیچی که هسته رو یکم شلش میکنیم. خب یکم نافرم شد چون نو نیست. خب دوستان این وقتی شما داخلش میکنید نکته داره. این وقتی شما داخلش میکنید یک نگاه کنید که این قسمت به این قسمت مغزی نچسبیده باشه. خب این قسمت به این قسمت مغزی نچسبیده باشه. و بعد اینکه این جایی که شما همه جمع کردین بردین پشت، از این رشته ها نره به سمت مغزی به هیچ وجه. خب ما اینو میاریم اینجا داخل. خب یک دستتون رو شما اینجا قرار بدین و بعد این پیچش رو سفت کنید. مراقب یک نکته باشید، میزان سفت کردنتون زیاد نباشه بچه ها، چون مغزی احتمال خیلی زیادی کم نمونه، احتمال شکسته شدنش هست. خب حالا برای این کار شما هم میتونید از این سیمچین استفاده کنید، هم سیمچین بزرگتر میتونید استفاده کنید. خب شما اینو خمش میکنید که به عنوان یه گیره محکم نگه داره. چرا؟ که من این یه وقت از اینجا کشیده بشه در نیاد. خب
این یک BNC خیلی خوب شد. خب حالا ما یه پیشنهاد دیگه هم میکنیم به قولی که برای اینکه کارتون خیلی تمیزتر از همه در بیاد محض اطمینان، خب میتونید این حرکت هم انجام بدید دوستان. از اون جاکتی که لخت کردید، خب از پشت این مغزی رد بکنید، بیاریدش اینجا. این اجباری نیست، ولی خب یه کاری میکنه باعث یه عایق میشه که یه وقت رشته چیزی با این مغزی با اتصال برقرار نکنه. میگم اینو سفترش بکنم، مطمئنشم زیاد سفتش بگیرم. خب این از این. با این حال یک دونه چسب ما دورش میزنیم. چرا؟ چون احتمال داره که من اینو مثلا میارم جلو که واسه یکی از رشته‌ها بره سمت اون سمت. با اینکه ما این رعایت کردیم اینجا، این اضافه موجود هم میتونیم بخوابونیم به این سمت، ولی از من میشنوی که تو این کار و این حوزه هستیم پیشنهاد میکنیم که این اضافه رو قطع کنید. چرا؟ چون این به این شاید در خود برتراز کنه و این میخوره به در رگتون یا جای محیطتون به جایی میخوره و روی تصویر شما تاثیر میذاره. خب چسب میزنیم، زیاد نزنید بچه ها، اصلا چسب زیاد اجباری نیست که زیاد بزنیم، در حدی که فقط نقش یک عایق رو نگاه کنیم. من چسبایی که قبلا تو آموزش‌های قبلی نکشیم چسب رو خیلی محکم میکشم، ولی تو این تصویر این کار رو انجام نمیدم چون مغزی حساسه. خب یه عایقی شد، اینم میاریم اینجا و میبندیم. خب دوستان ما حالا این که قبلا زدیم یک دو سمت فیش داریم. حالا ما میخوایم مطمئن شیم که اینا درسته یا نه. ما اینور به این تصویر میتونیم اینور بزنیم و از این ورم متصل کنیم به دستگاه DVR. خب ولی میایم بخوایم با تستر تست کنیم. خب اینجا این همون تستر شبکه است. این قابلیت، این نمونهش قابلیت تست کردن فیش BNC هم داره. خب این به قولی بچه تستر اینجاست. ما این سمتش رو متصل میکنیم که احتمالا سمت دوربینتون میتونه باشه و این سمت هم به متصل میکنیم. خب اینجا BNCه، پس اینجا نمیشه RG45 RG11 که تلفن میشه، USB که اونم هیچی و این BNC. ما میخوایم BNC رو تست کنیم. خب میزنیم ببینیم درسته یا نه. بله کانکتینگ. اینجا وصله و ارتباط. اگه نبود دوستان چی میشه؟ اینجا ضرب در میزنه، ولی خب ارتباط درسته. میخوایم مطمئن شیم ببینیم واقعا همین جوریه. خب میایم اینجا تستش میکنیم. دوستان اینجا الان وصله. خب فکر میکنیم فرض میگه تو مسیر یک از دوربینا یکی زنگ زده گفته آقا ما تصویر نداریم، شما تست نید. وقتی میزنیم چی میشه؟ میگه اصلا اتصال برقرار نیست. اگه یک از رشته ها وصل باشه چی میشه؟ احتمالاً میبینیم میگین اتصال ها اشتباهه. الان دیدین دیگه بود تو تصویر کامل مشخصه، ولی وقتی جداه میزنه اصلا کانکت نیست، وصل نیست. اگه یک کم رشته ها وصل باشه، یک کوچولو حتی اتصال برقرار باشه، میزنه که یک مشکلی در یک جایی از این بستر کابکشی شما وجود داره. و تو این اتصال نکته خیلی جالبش بچه‌ها اینه که توی BNC 1 و 2 نشون داده میشه. خب و توی به قولی شبکه وقتی میخوایم RG45 تست کنیم از 1 تا 8 تست میکنیم. خب این آموزش هم تموم شد. درود بر شما. بای بای.